امروز در بازار مرکزی پنجشنبه نرخ 1 کیلوگرم انگور تا 10 سوم ارزش دارد. نرخ این میوه‌جات نسبت سال گذشته فرقیت دارد. یعنی محض در همین دوره سال 2019 انگور اعلی صفت 5 سومانی بود. فروشندگان میگویند امسال حاصل انگور مثل سالهای پیشین نیست. از همین حساب این حالت به نرخ تاثیر کرده است. آنها بر ضمن نمودن مبلغ معین محصولات خریداری کرده خود را به فروش گذاشته ایستاده‌اند. سوم بود 5 سوم 4 سوم پیشش سومون بود. امسال 8 سومون 10 سومون. کسال حسابی کسال حاصل کم بوده گشنم. او کلینتومو دعوی میکنن. میرسونن مولا. کوی بشیف اسم چه همون ها کلینتو میرسونن. نوهای گوناگون انگور حسینی سفید، گلابی، سیاه، چرس، تگابی، شاهانه، سوغدیانه، بدانه، طایفی و دیگر از نوهای انگور با اقلیم بسیاری از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت مطابق شده است. انگور اساساً در شهر و ناحیه‌های کنی بادام، اشت، مسچو، ناحیه بابوجان غفوروف، جبار رسولوف، سپیتامین و یک قسم شهری پنجکند پرورش کرده می شود. عبدالعزیز محمودزاده مدیر شعبه استحصالی سرریاست کشاورزی ولایت سوخت ذکر کرد که امسال کشاورزان کوشش به خرج داده تمامی چاره‌های بی‌تلف گرفتن انگور را اندیشیده‌اند، اما آب و هوای نامساعد امسال به حاصل انگور قسماً تاثیر کرد. استحصال انگور هم نسبت سالهای پیشین گرچندگی زیاد باشد، همین طبیعت همین ساله بسیار بد پروران انجیخ‌های زیاد آورد. منا بارانگری شد که همگان خوب می‌دارن در فصل همین تابستان باران اگر همین خیلی باران شود اگر کمتر به صفت انگور نیز تاثیر می‌کند، لیکن اینها نگاه نکرده کشاورزان از همین عامل‌ها عایدی ایمن نگاه داشتن از کسری و حشرات‌های ضرررسان سر وقتی هم کارکرد کیمیایی هم اصول‌های مبارزه بیولوژی مبارزه بردن. در ولایت سوخت 113 نوع انگور را در انستیتوت باغپروری تجربه کرده‌اند. حالا تا 13 نوع آن پورا در استحصالات می باشد. در سال 2020 کشاورزان در مساحت 9600 گکتار تاکزار پرورش انگور را به راه مانده نیت دارند که زیاد از 45000 تن انگور استحصال کرده شود. 2020 طبق برنامه رشد سایه باغ تاکپروری 46 گکتار باغ تاکزارهای نو بنیاد کرده شد. اصلا تاکزارها به نوهای حسینی سفید، حسینی سیاه، انگورایی که در شهر استراحشان چخیلی که میگن انگورای بیدانی سیاه که به میز نگرانش به صادرات همه بنیاد کرده شدند. اصلا من حاضر طبق دستور سپارش‌های محترم رئیس ولایت رجب احمدزاده بسیارترین تاک‌های واحشی استفاده از تجربه پیشقدم ناحیه‌های ترفیع‌زاده ایستاد بنیاد کرده شده است که اصلا در شهر ناحیه‌های من بابوجان غفورو، شهر اسفره، کنیبادان و این تاک‌های زمانوی شهر پنجکند و استراحشان دیوشتیچ بنیاد کرده شده است. از جمله نیز همین سال جاری در میدان 5 گکتار چنین تردید در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت بنیاد کرده شد. در مؤسسه باغ ملی وحدت امروز به پرورش نوهای گوناگون انگور روی آوردند. این تاکزارها امکانیت تامین بازارهای ولایت را با میوه‌جات تر و تازه دارند، لیکن صفت حاصل امسال نه آنقدر دهقانان را قانع ساخته است. در باغ ملی وحدت در میدان زیاد از 15 گکتار تاکزار موجود باشد، 10 گکتاری آن حاصل دهنده می باشد. در این 251 گکتار نوهای طایفی، کشمش و حسینی و دیگر نمودی انگورها پرورش کرده می شود. در این حال جانوری انگوری نوهای حسینی و حسینی گلابی غنوچین کرده ایستاده. متخصصان سایه کشاورزی مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت کوشش به خرج داده ایستاده است که با استفاده از باد و هوای مساعد غنوچین حاصل را بی تلف جمع‌آوری نماید و در باغ تاکزار مؤسسه منتظم کارهای کیمیاوی بر ضد حشرات و ضرررسان‌ها گذرانده می شود. همسال انگوری ولایت سوخت به کشورهای همسایه
صادرات میشد. امسال نیز با مقداری معین صادرات شده است. از روی اطلاع به سنه 1 آگوست از سرحدهای ولایت سوخت نزدیک به 76 تن انگور صادرات شده است. مسئولان ساحه کشاورزی کوشش میکنند که در تامین بازار داخلی با میوه‌های تر و تازه خدمتگزار شده نرخ را در حد اعتدال نگاه دارند. گزارش گل‌حیا کمالزاده و نعیم ایوبов برای برنامه اطلاعاتی خبر.